محمد صالح پردل میشناسید؟ گفتم بله، اون استادم بوده تو مدرسه بندر عباس تو جنوب ایران. گفت اون کجاست؟ خدا وقتی یک چیز جور میاره، گفت الان تو مالازیست، همینجاست. گفت میشه هماهنگی بکنید ببینیمشون. خودش الان استاد دانشگاه، دکتراش گرفته، رئیس یک قسمیه تو دانشگاه، دفتری داره، فعالیت هایی داره، حتی میگفت خانمش سفرهایی داره به ترکیه همراه جاهای دیگه ممالک اسلامی. این دوست بعد از 20 سال همدیگه رو پیدا کردیم، منو برد تو دفترش، کتاب باز کرد، گفت شیخ این همون کتابی است که به من هدیه دادید 20 سال پیش. گفت میشه تو سالن کنفرانس دانشگاه یک کنفرانسی رو ترتیب بدیم، من اساتید و شخصیت ها رو دعوت بکنم. اون کنفرانس هم برگزار شد. دوست خوب واقعا یک سرمایه هست. تو هر کجای دنیا یه پایگاهی دارید، پایگاه تقویتی دارید. ما تا میتونیم توسعه روابط اجتماعی داشته باشیم. ما یک رشد علمی داریم و یک رشد فکری، یا به تعبیری هوش اجتماعی بهش میگن. هوش اجتماعی که از ویژگی های انسان های نرماله، ارتباطات. امروز هر کسی علم داره اما هوش اجتماعی نداره، یا همزمان با رشد علمی رشد فکری و هوش اجتماعی و هنر ارتباطات نداره، علمش برباد میره، چون ابزاری که بتونه ارتباط برقرار بکنه نداره. پس انسان میتونه سرمایه های خوب و معادن خوبی رو برای خودش ایجاد بکنه. ول بکنید این معدن گچ و سنگ و شن و ماسه و سیمان تو اون کوه ها. ملت گرفتارن، معدنیاب خریدن، فلزیاب خریدن که یک معدن گچی یا یک معدن شن و ماسه یا یک عتیقی رو پیدا بکنن که تاریخی داشته باشه. تو خانه های خرابه پیامبر صلی الله علیه وسلم معرفی میکنه، میگه الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهلیه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. خوب دقت بکنید به ارزشی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به انسان میده. میگه انسان ها چون معادن طلا و نقره هستن. بهترین شما در جاهلیت، بهترین شما در اسلام، به شرطی که شعور داشته باشه، به شرطی که فکر و اندیشه داشته باشه. ما دنبال کشف معادن انسانی باشیم. اینا همشون هر کدومشون یک معدنن. من اگر بگم هر کدوم از شما یک پروسه هست یا یک پروژه هست، حق شما را به جا نیاوردم، شما را تحقیر کردم، کوچک کردم، کمرنگ جلوه دادم. هر انسانی، هر ثانیه عمرش یک پروژه هست، اگر انسان واقعا توفیق داشته باشه. تا چه برسه که بگیم یعنی یه معدنیه که هی تولید داره میکنه و وقتی که تجربهش زیاد بشه میشه پروفسور. استاد کرسی بهش میگن پروفسور. فکر که پیر نمیشه. خداوند روزانه 86,400 ثانیه زمان برای تولید فکر مثبت در اختیار انسان میگذاره. برای تولید هر 24 ساعت 86,400 ثانیه هست، یعنی 86,400 فرصت برای تولید، برای سازندگی، برای رشد، برای توسعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه کسانی که وظیفه عقل و که فکر کردن هست تعطیل کرده بودن و لقب جاهل
و جاهلیت گرفته بودن که دختراشون زنده به گور میکردن. هنوز صدای اون دختری که پدرش از مادرش گرفت بردش به صحرا، به دخترش گفت که بابا میریم صحرا تفریح شکار. وقتی رفت اونجا دختر بزرگ شده بود، شروع کرد به چاله کندن، گودالی رو حفاری کرد. گفت بابا چه کار میکنید؟ گفت میخوایم بازی خاک بازی بکنیم با هم دیگه، تو برو تو خاک من خاک میریزم رود، من میرم تو این گودال. هنوز صدای اون آه نالش داره میاد که زیر اون خاک خفه شد، چون وظیفه عقلشو که فکر کردن بود تعطیل کرده بود. در نتیجه لقب جاهل و جاهلیت